تولد تاجیکستان و جهان را از سودیای مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخوجه در کنارتون هستم. سلام. نخست مرور خواهیم داشت به سرخط موضوع برنامه امروز 30 ایون. مردم در انتظار کمک و کمیته حالتهای فوق‌العاده بی‌خبر. آبخیزی در ناحیه رشت زمین‌های کشت را ویران کرده است. قصد خودکشی برای خانه پدری و یا چگونه بحث منزل اعضای یک خانواده را در شهر کلوب به همدیگر دشمن نمود. یا سر لباس برآمدگی ما خانه رفتن نمیتونیم لدنو میکنم میگه خچگو کنیم از کرانتینه. علاج واقع پیش از وقوع ساکنان کوچه مهنت دوشنبه میگن تو به کی باید منتظر فوجیه بمانند. کودک‌ها هر روز همینجا کشوله میشن. این ببینید چه خیلی ما کم تا کی انتظار شدیم که اینا استالبر علیش کنن. با گرم شدن هوا در ناحیه رشت آب دریای سرخاب از ساحل‌هایش بیرون رفته است. ساکنان چندی از دهه‌ها زمین‌های کشتشان را از دست داده و اکنون خطر به خانه و راه‌های ماشینگر تهدید می‌کند. آنها میگویند تلاش‌هایشان برای ساحل بندی نتیجه نداده است و اکنون چشم به راه کمک هستند. میرزا نبی خالقزاد در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهد. بر اثر آبخیزی دریای سرخاب در ناحیه رشت شرقی تاجیکستان ده‌ها هکتار زمین کشت مردم و نسازهای آبکش خراب شده و بر راه‌های ماشینگرد و پل‌ها تهدید می‌کند. ساکنان دهه لایابه و چمنزار و هاید میگویند 2 هفته می‌شود که دچار این مشکل هستند، ولی مقامات خصوصا کمیته حالتهای فوق‌العاده توجه نکرده است. زمین‌های دهقانی که آب شسته است به قول ساکنان دهات ساحل دریا دیگر به این زودی حاصل نمی‌دهند. قربان علی دولتوف کارمند اداره آب ناحیه رشت روز 3 ایون به رادیو آزادی گفت 15 روز به این طرف آب سرخاب خطرناک است، ولی نه مقامات ناحیه و نه کمیته حالتهای فوق‌العاده در پی حل مسئله نیستند. ضمناً وقتی که ما با کمیته حالتهای فوق‌العاده در تماس شدیم گفتند که هنوز به بخش قبول معلومات ها از نواحی و شهرهای کمیته یعنی به سواد که آنها همچنین معلومات از ناحیه رشت نرسیده است. ساکنان دههای ضرردیده رشت برای ما عکس ها و نوارهای ویدئویی از وضع دریای سرخاب فرستادن و همچنان که ما میبینیم آب دریا 10 هکتار زمین های کشت را خراب کرده است. قربان علی دولتوف کارمند اداره آب ناحیه رشت میگوید 2 نساز آبکشی که 60 هکتار زمین کشت مردم دهه لایابه را آبیاری میکرد خراب شدند. موج دریا هر 2 نساز را گرفته برد و حالا یک نساز دیگر تحت خطر قرار دارد. در هاید نیز وضعیت خطرناک است و 10 هکتار زمین را شسته است. اگر پیش راه این دریا گرفته نشود پل میان رشت و نواباد خراب شد و روای مردم به مرکز ناحیه قطع می شود. کشور غفوروف یک ساکن دیگر دهه ساحل دریای سرخاب میگوید جریان آب از ساحل ها ریخته به دههای شهر سبز، دهقان آباد، چارباغ نیز ضرر رسانده است و اگر جریان آب به سمت دیگر روانه کرده نشود باز دههای دیگر و زمین های دهقانی ویران می شود. تا حال که ما صحبت میکنیم موج بلند آب ادامه دارد و گاه پست و بلند می شده است. قربان علی دولتوف میگوید 1 هفته قبل از کیسه مردم 87,000 سامانی جمع آورده شد و از جمله از جیب خودش 2300 سامانی داده است. مقامات ز داخل ناحیه سنگ و شغل آورده میخواستند پیش راه آب را بگیرند ولی موفق نشدند. حالا مردم دهات رشت انتظار کمک از جانب خصوصا کمیته حالتهای فوق‌العاده و دیگر مقامات مسئول کشور هستند. بحث دوامداری یک ساکن شهر کلوب با فرزندان پدر بر سر منزل خانوادگی او را تا به بیمارخانه روحی برد. این زن میگوید مشکل روانی ندارد و از ناامیدی قصد به جانش کرد. در حالی که طرفهای بحث هر یک کدامی خود را حق میشمارند به تحقیق قضیه دوستانی شهر کلوب پرداخته است تا قیل را از خمیر جدا کند. محمود جان رحمتزاده و امردین اولیموف گزارش میدهند. تروریست هم خیلی نمیقپن نمیبرند ای دستم ای هر دستم هم خیلی مده دسته نمیخواد قپیده پایلیچ کشیده درن ماشین در آورد اقرات کرده. سرمیناز نصرت‌اللهیوه ساکن شهر کلوب است. 2 هفته قبل او در نزد بینای شهرداری کلوب قصد به جان خود کرده دستانش را بریده بود. سببش را هم نادیدگیری مشکلاتش عنوان کرد. بعد این حادثه مقامات سرمیناز را در بیمارستان روحی بستری کردند. 1 هفته آنجا ماند. بعد رخصت شدنش اکنون در دوشنبه قرار دارد. وکیل دفاع را کرده است و میخواهد مشکلش در نهادهای جمهوریوی بررسی شود. دیژورنی زنگ میزنن میآیند میبینن عریضه میگیرن میگن کوبی درین خانه شاهد نداری هیچ چاره نمیبینن برین سودم مراجعت کنین میگن تمام. در گنرال عریضه دادم عمدن درده
گفتن ممکن است در آمدن کرانتینه. گفتم فهموندم که کما جا ندارم. ما قطعیم گودکم بدم سری یا سری لباس بر آمدگی ما خانه رفتن نمیتونیم لادمون میکنم با میگه خچکو کنیم از کرانتینه. سرویناز 36 ساله میگوید از سال 2007 به این سو با خواهر و برادرانش برای منزل پدریشان بحث دارد. تا حال 16 تشخیص سودی طبی از آسیب‌های جسمانی دارد. میگوید که هر تشخیص را بعد علت و کوب شدنش از سوی برادر، مادر و خواهر و خواهرزاده‌هایش گرفته است، اما بار نسبت آنها از جانب مقامات چاره‌ای ناندیشیده اند. خانه را فروختنیاند و دارم در خانه زندگی کردن نیست. در کلاب شنبه دست در دو سه ماه یک بار میآید. 3 روز میسته میره زن و کودکش همینجا داره. دختر میخواد که خانه را فروشد شنبه ده خانه بگیره. این زن میگوید بعد جنگ و جنجال ها مجبور می شود که همراه پسری بیمارش چند روز را در خانه شناسایش گذراند. هرگاه به حجره خود برمیگردد باز مناقشه میخیزد. ای روزی 21 ماه 5 قطی بچهش گاز شپیدن. ما در کوچه گشتیم خانه در اومدن نمیتونیم بدروی میزنن. مادر سرویناز میگوید که دخترش او را میزند و نمیگذارد که در خانه‌اش آرامانه زندگی کند. نگین روزیه به علت خوب نبودن سلامتیش به صحبت ویدیویی راضی نشد، اما گفت چند مرتبه دخترش او را زیر علت کوب قرار داده است. او میگوید که 18-19 سال شد که یک پای آنها در اداره میلیسه است. حالا این قضیه را دادستانی شهر کلاب دقیق میکند. در دادستانی هم از این بیشتر شهر ندادند. این باری اول نیست که زنها بعد مشکلات پای در پای قصد به جان خود میکنند. اولیما اوچیلووی 34 ساله شب 10 ایون بعد بحث‌های اولوی خود را آتش زده در بیمارستان درگذشته بود. با وجود آنکه تاجیکستان قانون درباره مبارزه با زوراوری در اویله را قبول کرده است و برنامه‌های دولتی پیشگیری از زوراوری در اویله برای سالهای 2014-2023 وجود دارد، حامیان حقوق میگویند زوراوری به زن در خانواده مشکل جدی میماند و حکومت تاجیکستان برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمیکنند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. باشندگان یک محله در شهر دوشنبه از سیمچوب خطرناک انتقال نیروی برق نگرانند. سیمچوب آویزون هر لحظه میتواند فلاکت را به بار آورد. کارمندان ساحه برق 3 ماه پیش در این محله سیمچوب بتونی نصب کردند، اما تا حال خطای انتقال نیروی برق به آن پیوست کرده نشده است. برای یوسفی با وضعیت از نزدیک آشنا گشت. شماری از ساکنان کوچه مهنت در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه از آن شکوه دارند که سالهاست زیر خوف سر زدن حادثه ناخوش از خطهای برق زندگی دارند. آنها میگویند سیمچوب خطهای برق در حالت صدمه‌ای قرار دارد. بر اضافه خطهای برق به بالای منزلشان کشیده شده است که احتمال این خطر را بیشتر میکند. کودک‌ها هر روز اینجا کشوله میشن، این ببینید چه خیلی. ما کم تا کی انتظار شدیم که اینا استالبر علیش کنن. بعد هفتیده قریب 70 خوجگی همین استفاده میبرن همین استالبر. بسیار خطرناک است. ساکنان این محله با یک نامه به شبکه‌های برق ناحیه اسماعیل سامانی مراجعت کردند. یک سیمچوب آوردن نصب کردند. پس از 3 روز دوباره کنده بردند. پس از مراجعت‌های به تکرار ماه مارس سال جاری باز یک سیمچوب بتونی نصب کردند، اما تا حال خطهای برق را پیوست نکردند و مشکلشون همان باقی مانده است. همین کابلی که با داخل کریش ما رفتگی در همینجا 3 سال پیش بود که موقتا اجازه دادن تو همین کریش را همین کابل از کریش بگذرانن، لیکن بعدا گفتن که شما بیاین بگیرین سیمتون کریش ما به خاطر که سوختار هم اومده بود. ما را مقصد چی داد؟ پروژه داد که شما مقصد ممکن نیست که کابل در داخل خانه باشد. مقصد با همین خاطر ما آگاهی گرفتیم از این. ما دعوت کردیم چند بار این اکا هستن که عریضه نویسوندن تا که مقصد این سیما را جابجا کنن تا سال بابا ببرم جابجا کنن، لیکن همین چیز جابجا نشد. تا حال همین کابل با داخل کریش ما رفتگی. شبکه‌های برقی ناحیه اسماعیل سامانی از این مشکل ساکنان کوچه مهنت آگاهی دارند. علیخان شریفov سرمهندس اداره شبکه‌های برقی ناحیه اسماعیل سامانی در صحبت با آزادی گفت با سبب کارانتین تا حال فرصت نداشتند خطهای برق را با سیمچوب نوی بتونی نصب کنند. او میگوید در روزهای نزدیک به ترتیب آوردن و از بالای منزل ساکنان برداشتن خطهای برق در نقشه است. موردهای منزل زیست ساختن ساکنان زیر خطهای برق از جمله خطهای بلند شدت در گذشتن زیاد به مشاهده می رسید. زیرا معمولا در محله‌های زیست در حواله‌ها خطهای برق از طریق سیمچوب‌ها کشیده شده است که در روزهای سیربارش و شمال‌های سخت با صدمه‌های برقی مواجه می شود.
بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه ما درباره بیرونشوی آبی سرخاب از سویل‌هایش در نویه رشت، جنجال برای منزل پدری در شهر کولوب که باعث دست به خودکشی زدن یک زن شده است و حیات در زیر سیمچوب کوچه مهنت دوشنبه گزارش دادیم. حالا یک آگاهی پیشکش شما می شود و سپس برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید امسال در کل دریاهای تاجیکستان 28 نفر غرق شدند که 9 کسی آنها نورسان تا 16 ساله می باشند. سبب‌های اساسی غرق شوی رعایت نکردن قاعده‌های شنا و آبازی در جای‌های خطرناک و بی اهمیتی نسبت کودکان نام برده می شود. در دوشنبه چندین حوض و مجمع‌های زمانوی شناوری فعالیت می‌کنند که رایگان نیستند. بنابراین اکثر نورسان در هوای گرم خود را ناچار به کل آب انبارهای خطرناک می‌زنند. گزارش تلویزیونی نسته شیوریمه را عبدالله اشرف تقدیم می‌کند. مصطفی قریب هر روز با دوستانش در این کل شناوری می‌کند. او خوب می‌داند که آببازی در اینجا منع است، ولی میل و خواهش زیادی آببازی در هوای گرم باز هم او را به این کل می‌آورد. مصطفی میگوید خیلی میخواست برای شناوری به حوضهای زمانوی یا اکواپارک ها روند، اما پول ندارد. هوا گرم میشه با هم خیمه بیام اوبوز میکنیم، حرف قدم جده دمجا اوبوز میکنیم. اگر پول باشه با اکواپارک میریم. نمایندگان مقامات انتظامی و نجات دهندگان در شهر این شب و روز با نورسان در نزد حوض و کلها صحبت‌ها، ملاقات‌ها دایر می‌نمایند و به آنها از قاعده و طرز رفتار و پیامدهای شناوری در موضع‌هایی که منع است می‌گویند. ولی ظاهراً این شیوه فهماندهی برای نورسان و دوستداران آببازی چندان مؤثر نیست. همین جایی که بزه باشد مقصد دمو خوبه که پگه یک کسل فهم نمی‌شود. اما مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند باید تلاش برای آگاه کردن نورسان از خطرهای شناوری در کل و دریاها ادامه یابد. درآمد به تمامی حوض و کلهای شهر را منع کردن و یا نظارت شبانه روزی آن ناممکن است. یگانه راه به نجات بخشان کار و صحبت با مردم است. سبب اصلی بی‌عملی و بی‌توجهی والدان است که کودکان خود را تنها می‌مانند یا اجازه می‌دهند که به موضع‌های خطرناک از جمله کل و دریاها بروند. در نتیجه کودکان حتی در نقطه‌هایی که چندان چقور نیستند غرق می‌شوند. نوابسته به نتیجه آور بودن یا نبودن، نجات بخشان هر سال میان نورسان و کلانسالان معرکه فهماندهی می‌گذرانند. یگانه تغییرات در سال روان این است که اکنون به شناوران در موضع‌های افلاس و خطرناک همچنین درباره خطر کرونا ویروس هم میگویند، ولی با این همه دور کردن کودکان و نورسان از نزد حوض و کلها آسان نیست. و خبر دیگر، پرزیدنت تاجیکستان در عهد کرونا ویروس امروز به سوق رفت و در نمایشگاه زردآلو افشاند. بنا به معلومات دفتر رئیس جمهور امالی رحمان، در نویه باباجان غفورов و صاحبکاران خواسته است که کارخانه های نفت تشکیل کنند. سال گذشته از ولایت سوخت به خارج تاجیکستان نزدیک بیش از 4000 تن میوه تر صادرات شده است. پرزیدنت تاجیکستان 3 ماه پیش در ولایت سوخت بود و تجلیل پردبدبه جشن نوروز را اشتراک کرد. خودداری نکردن مقامات از تجلیل نوروز در پس منظر گسترش بیماری کووید 19 با انتقادهای زیاد روبرو شد. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت شما را با خبرهای نو در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.